دوستان عزیز، استادان ارجمند، این روز مبارک قدم را برای کوهزاد عزیز تبریک میکنم. امروز روز ادب است، فرهنگ است، سخن است. اگر به زندگی کوهزاد نگاه کنم، 4 مصرع شعر بازار همیشه یادم میآید. من تگمه صدایم در پشت این دری تنگ، هر قدر می فشارم آنقدر میزند زنگ. و کوهزاد رفیق و دادر خوب روزهای بد من است. این لحظه های نیک را من براش مبارکباد میکنم. آرزوی خوشبختیش دارم. مادر مهربانش اینجا هستم. خاله عزیز خوش آمدن. و کوهزاد اگر که 20 سال میشناسم، فکر میکنم من مادر کوهزاد یک عصر میشناسم. تمام مادرهای روی دنیا زیبایند، مثل فرشتن، مادر من، مادر شما. لیکن مادر کوهزاد خاصند، با دانششان، با ملکهشان، با ظرافت، با محبتشان. همیشه پشت فرزند عزیزشان کوهزادشان مثل کوه استوار هستند. هر حرفشان شعر است، غزل است. به همین خاطر برای مادر عزیزش یک قرص. و کوزو جان، شما یک عمر در آغوش گلها بودید؟ سلامت با باشید. پیش گلها میرید؟ من این گله برای مادرتان میدیم از نام خودم. مرحبا. ای آچای جان غنیمتی هر لحظه، غمها تا درب کردم و بستم درزه. آچه میگو میبندی دلم میلرزده، آچم به همه گنج جهان میارزد. ای آچم به همه گنج جهان میارزد. ترکی سرم مثال چوبی تر سوخت، جان و جگرم برای یک مادر سوخت. غمهای دل ما در آب جو سر دادم، وای ای سنگای لبی جویبار سر تا سر سوخت. یک قرص برای مادر عزیزش خواهش میکنم. ای سنگای لبی جویبار سر تا سر سوخت. محبتتان، مهرتان، نان و نمکتان همیشه در یادم هست، در خاطرم هست. خداوند شفای کامل دهد. شما افتخار کنید یک پسری نازنین دارید. کوهزادتان امروز محفل دارد، به آرزوهاش رسید، به همان آرزویی که شما همیشه میخواستید که روی همین صحنه بلند باشد. سلامت باشید. مبارک شود، مبارک شود. دوستان عزیز خوش آمدن. محفل گرم است. خوش آمدن. کوهزاد جان مبارک باشید دوستان عزیز. و ما البته طول 20 سال است همکاری ایجادی داریم. خیلی سخنگویی رو نوشتن رو یاد گرفتیم. اما استاد بزرگ من یک چند سرودشان به 4 مصرعی از من جا کردن، اما خوشبختانه همین سرود رو پوره خواندن که برایشان خیلی سپاسگزارم. خوش آمدید. و در آینده وعده میتونند که چند تا دیگر میخونن ان شاء الله. قدرت سخن اونقدر بزرگ است. بله. من همین سروده در همین تالار میخواندم. یک دخترک در پایان بود، عذر بسیار، در کلیسکه اینوالیدی نشسته بود، پایهایش کار نمیکرد. نمیدونم، مهم این نقطه است که محض وقتی خواندن همون سرودی تو، چشمم به همون دخترچه افتاد. ناخودآگاه من پایان شدم، به زانوهایم به زمین افتادم. اون کودک من آغوش کردم، گریستم. بعد نوار در اینترنت پخش شد. حالا در روسیه است. کدام جوانمرد خیرخواه برده است برای توبت. در همان مکان، در همان لحظه شعر کوهزاد شما دید به دردهای یک خواهرک ما شفا بخشید. خوش آمدم. سربلند باشید. من ندارم، بسیار من ندارم. سلامت باشید.